میخک یک گیاه دارویی سرشار از آنتی اکسیدان هستش و برای سلامت سلول‌های بدن شما با رادیکال‌های آزاد مقابله میکنه. به همین دلیل هستش که مصرف میخک ممکن هستش که بتونه شما رو در برابر خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، دیابت و همچنین بعضی از سرطان‌ها کمک کنه. در ادامه چند خاصیت مهم میخک رو با هم بررسی میکنیم. البته باید بدونید که میخک دارویی با گل میخک متفاوت هستش و در این ویدیو قرار نیست خواص گل میخک بررسی بشه، بلکه داروی گیاهی میخک که ظاهری شبیه به میخ داره و عطر اون شبیه به مواد دندان سازی هستش رو قراره با هم بررسی کنیم. میخک حاوی فیبر، انواع ویتامین ها و مواد معدنی هست. بنابراین استفاده از میخک کامل یا آسیاب شده علاوه بر افزودن طعم به غذای شما میتونه برخی از مواد مغذی مهم رو هم تأمین کنه. 2 گرم میخک آسیاب شده که معادل 1 قاشق چایخوری هست حاوی مواد مغذی زیر هستش: 6 واحد کالری، 1 گرم کربوهیدرات، 1 گرم فیبر، ویتامین K به اندازه 2% نیاز روزانه. همونطور که میبینید میخک ماده معدنی که برای حفظ عملکرد مغز و ساختن استخوان‌های قوی ضروری هستش. میخک یک محافظ خوب در برابر سرطان. برخی تحقیقات نشون میده که ترکیبات موجود در میخک میتونه به محافظت در برابر سرطان کمک کنه. یک مطالعه آزمایشگاهی نشون داده که عصاره میخک به توقف رشد تومورها کمک کرده و باعث مرگ سلولی در سلولهای سرطانی میشه. به علاوه یافته های یک مطالعه مشابه دیگه هم نشون داده که مقادیر غلیظ روغن میخک باعث مرگ سلولی در 80% از سلولهای سرطانی مری میشه. همچنین مشخص شده که اوژونول موجود در میخک هم دارای خواص ضد سرطانی هستش. در یک مطالعه آزمایشگاهی دیگه این ماده باعث مرگ سلول در سلولهای سرطانی گردن رحم هم میشه. خواص میخک برای مو: باعث افزایش رشد مو میشه، افزایش استحکام تارهای مو، محافظت از پوست سر در برابر شوره، کمک به ضخیم شدن مو با کمک خواص ضد التهابی، افزایش گردش خون پوست سر و تحریک رشد مو میشه و همچنین کاهش خارش پوست سر و جلوگیری از سفید شدن موها میشه. میخک موجب رفع بوی بد دهان میشه. بسیاری از افراد صبحها هنگام بلند شدن از خواب با بوی بد دهان مواجه میشن که به علت وجود یک باکتری غیرهوازی هست که روی زبان شکل میگیره. این باکتری با شکستن پروتئین موجود در غذاها گازهایی مانند سولفید هیدروژن و اسکاتول تولید میکنه. برای رفع بوی بد دهان، بهداشت و نظافت دهان، جویدن آدامس و غیره تأثیرگذار هستش، اما مؤثرترین روش برای از بین بردن بوی بد دهان مصرف میخک هست. میخک دارای خواص ضد عفونی کننده، ضد قارچ و ضد میکروبی داره که باعث از بین بردن باکتری ها و میکروب های بد دهان میشه. میخک از 2 بخش نر و ماده تشکیل شده. بخش نر همون ساقه و بخش ماده اون توپ هست. آقایون برای مصرف میخک فقط ساقه رو مصرف کنن، ولی خانم ها هر 2 بخش رو میتونن به عنوان آدامس
بجوان. تنظیم قند خون با میخک. یکی از ویژگی های جالبی که میخک داره این هستش که به عنوان انسولین عمل میکنه و برای افراد مبتلا به دیابت بسیار بسیار مفید هست، چرا که خاصیت خارج کردن قند اضافی از خون رو داره تا جایی که میزان اون رو به حد تعادل برسونه و تحت کنترل قرار بده. خب دوستانی که تا اینجای ویدیو ما رو همراهی کردید، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و مطالب این ویدیو هم مثل ویدیوهای قبلی براتون مفید بوده باشه. اگر سوالی چیزی هم داشتید میتونید توی قسمت کامنت ها بپرسید تا بهتون جواب بدم. خوشحال میشم این ویدیو رو لایکش کنید و کانال من رو هم سابسکرایبش کنید. پس تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.